این دوتا دونه پسته رو نگاه کن، قشنگ نگاه کن. منظورم از این بود که این یه دونه نابجا خیلی زیاد دهنشو باز کرده، بیش از حد حرف زده، بیش از حد خندیده. ببین مغزشو از دست داده، هیچ ارزشی نداری. ولی این یه دونه رو نگاه، هنوز پسته ایه که شاید دونه ای هم پولشو بدی. این ارزشش سر جاش مونده. منظورم این بود که تو هر جایی، هر مکانی، بیهوده دهن باز نکنیم، بیهوده حرف نزنیم، ارزشمون از دست میدیم.